این طفل پسر مهرانه نایباوی 23 ساله است که مرگ او در استراحتگاه چهارچمن درواز رسانه‌ای شد. وی به این آسایشگاه با چند نفر از جمله مفتشان دادستانی سفر کرده بود. از آنجا جسدش را آوردند و حالا قضیه تفتیش می شود. از او عمران پسر 2.5 ساله بیمار مانده است که زیر پرستاری خواهرش صالحه ما است. صالحه ما طلب تحقیق عادلانه مرگ خواهرش را دارد. مقامات منصوبیت کودک را با او زیر سوال میبرند و میخواهند یگانه نشانه مهرانه را از دستش بگیرند. او ای خانه بیرون میبرند میگفت اپا اماناتم در دستی تو گودک مادر جده یگم کس نتی کفتای و چش یک دوستش ماندگی های اچاق کده خواه میره میکنه در تختق شوه میده و میره و بدن داره. صالحه ما نازیمова میگوید خود مهرانه را که از خردسالی از پدر محروم و از مادر جدا بود او بزرگ کرده است. به نقل او خواهرش شبانه در یک طرفخانه شهر چون رقاصه کار میکرد و تلاش طبابت پسرش را داشت. او 2 بار شوهر کرده و جدا شده است. به ایده‌های صالحه ما وقت‌های اخیر مهرانه با دادستان فیروز سیدزاده رابطه داشت و به استراحتگاه درواز هم با دعوت او و همراه با چند دختر دیگر رفته بود. خواهر ما بردگی سیدزاده فیروز این پیش خونه زنگ زدگی اومدگی بردگی هن. روزی همو رفتن با ره در برامدگی بود زنگم زد گفت که اپا ما همو درواز رفتستم میشینم گشته میام بچهش مزش نبود. ما گفتم که نره بچت کساله گفت که اپا میرم میام قطعی همی فلان آدمم. خیلی آمد ما خونه ای کار ساعت 11:30 بود قطعیش با گپ زدم گفت که اپا بچه دا شیر روی کدم سوم 300 سوم بچه دا شیر بگی بچه خچم خیلی میگفت بچه دا شیر بگی اپا جان ما یکم بساتوی همی 1.5 دروژه راه دا میبرم تا روز یک شنبه را ساعت 1:30 ما زنگ زدم تلفنی و گودو گرفته یکم خبر نشده خواهرم. روز دیگر 5 اپریل از دادستانی درواز به نزدیکانش خبر دادند که گویا مهرانه 23 ساله خود را به دریا پرتافته و ناپدید شده است. 7 اپریل خبر رسید که پیکر او پیدا شده است. با گذشت 20 روز از مرگ مرموز مهرانه مقامات حادثه را شرح ندادند. با گفته یک منبع آزادی در مقامات تفتیشاتی دادستانی کل حادثه را همچون خودکشی تحقیق دارد. نزدیکان مهرانه میگویند به تحقیق عادلانه حادثه شبهه دارند و اصل واقعه پنهان شده است. صالحه ماه میگوید به خودکشی خواهرش باور ندارد. یگم کس به دودم نمیرسم تمام جو میدرم دیگر قدی میبرارنم. به گفته این مصاحب ما تلاش او برای ملاقات با مفتشان فیروز سیدزاده و دولت عربزاده و شخصان دیگری که در درواز با مهرانه بودند بی نتیجه بود. به اطلاع منبع‌های رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی این 2 مفتش دادستان کل در این پرونده همچون شاهد ثبت و موقتا از مسئولیتشان دور کرده شدند. نظری آنها در این رابطه دسترس نیست. چی طور شناس شدن مهرانه با دادستانها هم معلوم نیست. حالا این زن در بدر مقامات گشته و تلاش دارد قضیه مرگ خواهرش از روی عدالت تحقیق و گناهکاران مرگ مهرانه مجازات شوند.